ظاهراً اسرائیل می‌خواهد نظر پرزیدنت آمریکا را درباره رابطه‌های دیپلماتی میان تل‌آویو و سعودی بشنود. از بیت المقدس هواپیمای جو بایدن به عربستان سعودی پرواز می‌کند و از نام ما پیام صلح و امید می‌برد. اسرائیل به همه کشورهای منطقه دست صلح دراز می‌کند و ما می‌خواهیم با ما رابطه برقرار کنند. تحلیلگران اسرائیلی میگویند که حال روابط دیپلماتی میان سعودی و اسرائیل وجود ندارد، ولی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تدریجاً به این سمت حرکت می‌کند. او می‌داند که عربستان سعودی دیگر نمی‌تواند کشورش را از حساب نفت تامین کند. این وضع چندان دور نیست و آنها نیاز به دیگرگونسازی اقتصاد دارند. کشوری که در این راه موفق است و شریک خوبی سعودی در منطقه می‌تواند باشد اسرائیل است. از نگاه استراتژیکی نیز یگانه کشوری است که می‌تواند پیش راه ایران و سوریه را بگیرد و سعودی این را می‌داند. انتظار می رود که پرزیدنت بایدن پس از ملاقات با رهبران دو کشور اعلان خواهد کرد که آنها از یکدیگر دفاع می کنند. فلسطینیان که به چنین اتحاد مخالفند جلب نخواهند شد. هرچند بایدن با محمود عباس رهبر فلسطین ملاقات می کند، ولی فلسطینیان از آن نگرانند که سفر او به نزاع میان آنها با اسرائیل پایان نخواهد بخشید. نشست عرب‌ها برای به اعتدال آوردن وضع بدون قطع اشغالگری خیال پردازی و سراب است و برای اسرائیل یک هدیه است. سفر بایدن را به سعودی بسیاری ها تلاش برای برقرار کردن روابط خرابگشته امریکا با این کشور پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار معروف ساکن امریکا در سال 2018 هم می‌دانند. انتظار می رود بایدن برای افزایش استحصال نفت بر عوض نفت روسیه تلاش کند. فکر میکنم که آنها برای افزایش استخراج نفت گفتگو میکنند، ولی برای موفق شدن فرصت لازم است. سعودی ها میخواهند سری تهدید از ایران تمرکز شود. وقتی صحبت از ایران می رود، در این مسئله اسرائیل و سعودی تقریبا نظری همسان دارند، موضوعی که دو کشور را می تواند به هم نزدیکتر کند.